صادق کجایی؟ آروم باش صادق. ولم کن بابا. صادق چرا داد میزنی؟ چی شده؟ امروز باید تکلیفمو با این آدمی که به ظاهر برادر روشن کنم. به چیت مینازی؟ او شر چطور هم کردی؟ صدات انداختی تو سره. عقلت خورد دادی؟ اونی که عقلش خورد داده تویی. بزرگ احترامت واجب، ولی نه تا وقتی که تو پروپای اطرافیان من میپیچی. اگه ادعا میشه سگی، قلاده تو به من جلو داره همین خونه، نه پاچه رفیقای منو بگیری. اون قلاده رو جوری میبندم دور گردنت که نفس کشیدن یادت بره. جوجه رنگی تو کی بزرگ شدی بخواد جلو من قدمم کنی؟ الان میبندی دهنتو بدم جرش بدم. صادق زشته. برادر بزرگترته. چرا نشستی؟ پاشو جلوشون کن الان دعواشون میشه. تا امروز هر دیدی و نادید گرفتم، به هر سازی زدی رقصیدم، ولی نه تا وقتی که رفیقمو زیر پات له کنی. اونم رفیقی که مثل داداشمه. صادق چت شده؟ اون برادرت میفهمی داری چی میگی؟ بذار بگه زن داداش، فعلا رگش به خاطر رفیقش پات کرده. آقا اسکلی که نیست بهت بگه من که برادرتم چه گلی به سرت زدم که اون به اصطلاح رفیق میخواد بزنه. و هر کسی نباید گفت رفیق. کلمه رفیق حرمت داره، نفله. اونم نه کسی که با چشماش زنتو برانداز کرده. چی میگی؟ چرا گفتی؟ چی زر زدی؟ چی زر زدی؟ بفهم چی داری میگی. خودم گفتم مراقبش باشه. چه مرگتونه؟ مرد شور یکی که تونو ببرن. من توی این محل آبرو دارم. چی میگی شما؟ من گیج شدم. یکی تو یه حرفی بزنه ببینم اینجا چه خبره. چیزی نیست که بخوای نفهمی. آقای به حساب با غیرت شوهرت واسط به پا گذاشته. گوشتو دادی دست گربه، گلتو به دست هر کی دادی گلتو چیدن. چی میگی تو؟ سارا وایسا. بیا اینجا ببینم. آروم باش. تا امروز هر اتفاقی افتاده اومدی راستشو بهم گفتی، من از گل بهت نازکتر گفتم؟ نه نگفتی، ولی اینم هر موضوعی نیست که من بتونم به تو بگم. تو بگو، من نامردم اگه پشتتو خالی کنم. یه هفته پیش که داشتیم برمیگشتیم از خونه با دل چون کبوترم ماست گرفت به چشم تو را میخورد. سارا داره همجور بهش میگه بیچاره صادق چی میکشه. الان دنیا رو سرش خراب میشه. 100 بار خودت بهش گفتی آدم هیزو تو خون زندگیت رو نده. مگه میفهمه؟ داش من حالا فهمیدی چرا یه هفته از زن دست سایه خودش هم میترسه؟ چرا یک هفته از ریختی تو خودت به من بی غیرت هیچی نگفتی؟ تو گریه نکنی یا زن داداش دردت تو سرم. این شهر کوچیک سیم تلفنم کوتاه، هر جا باشه میگردم این حرومزاده رو کت بسته میام میذارم جلوت. همون کاریه که گفتی باهاش میکنم که این دلت آروم شه. شما شنیدیم و دیدیم و بوی خیابون میدیم و همه جا میریم و گفتتون رو میگیریم و همه چی دیدیم و بوی خیابون میدیم و بیا و میدیسیم و ببین این حرومزاده زده به یه نفر تجاوز کرده، ازش فیلم پخش کرده. هر جا میتونی دونه دونه کافه های شهر رو بگرد پیداش کن. پیدا کن این حرومزاده رو. من نمیدونم آقا، یه آدم ریشی با موهای بلند، جون ناموست. اگه دیدیش یه ندا فقط به من بده، هر چی میخوای بهت میدم. گفتم جون ناموست. حسین ببین من این بی‌ناموسه رو میخوام. هر کی ازش فیلمو گرفتی همونو به گو نخور، بیارش برا من. پنجاه و شیش شام امشبم افتادیم. میگم دایی خوبی؟ ای تورج رفیقت چه خبر؟ چند روزی کافه نمیان، ناپدید شده. ای تورج رفیقت چه خبر؟ چند روزی کافه نمیان، ناپدید شده. خبر که زیاده دایی، ما خبرکش نیستیم. در ضمن خبرم تو اخبار میگن پارسال دوست امسال آشنا را گم کردی دادا. این پسر تورج بود رفیقم، چند وقتی ازش خبر ندارم. این دوباره آفتابی شده؟ نه من خبری از کسی ندارم. سر من دنبال شهر نمیگرده. دایی ما اصلا تلویزیون نگاه نمی‌کنیم که بخوایم اخبار گوش بدیم. و اگه تورج خبر داری که هیچ. اگه اونم خبر نداری بگو یا بیا خودشون نشون بده، اگر نداریم کل شهر رو شخ میزنیم که پیداش کنیم. در ضمن هرچی گشتیم اندازش نبود، دادیم براش بدوزن. یه گونی رو میگم، میخوام بکنیمش تو گونی ببریمش. خبراش به گوشت میرسه و خبر نداری نه؟
خبر نداره دیگه. بدبخت شدیم، به خاک سیاه نشستیم. چی شده شاهین صدا تو انداختی دوست سرت؟ چرا داد و بیداد میکنی؟ تو میدونستی اون حرومزاده از زنت فیلم گرفته؟ فیلم در اومده، ببین. فیلم توی خونه گرفته شده. حسینه میگه داشتش اینا گوشیه رو از ماشین تو بالا شهر خفت کردن. یعنی اونی که فیلمو گرفته یکی دیگه است، اونی که اینا فیلمو ازش گرفتن یکی دیگه است. حالا بگرد ببین، هر کی که گوشی داره، هر کی که ماشین داره، بزن بهش که ببینم درست میشه. ریدیم. سگ صفت بی پدر. کسی هم این فیلمو دیده؟ چی میگه این هادی؟ من دارم روزه میخونم. صادق دیوونمون نکن. تو باغ نیستی؟ داره میگه اون کسی که فیلمو گرفته یکی دیگه است، ولی یکی دیگه رو خف کردن فیلم رو گوشیش بوده. یعنی چی؟ یعنی این فیلم داره دست به دست توی این شهر میچرخه. آقا صادق کلاتو بزن بالاتر. سارا بی شرف آبرومو بردی. یا خودت بمیر یا مثل سگ میکشمه. تقصیر من چیه؟ گناه من چیه؟ کلی دست و پا زدم، به پاش افتادم. از ترسم تو این یه هفته بهت نگفتم ازم فیلم گرفته بود. تا برمیگردم یا خودتو کشته باشی یا یه جور خودتو گم و گور کن دیگه نبینمت. زنده داشت حرفا اینو جدی نگیر. برو اعصابش خورده یه چیزی میگه. حالا ما میریم این بی‌ناموس پیدا کنیم. تو برو تو. کبوترم باز گرفت چشم تو را میخورد. با اون بیاموسی که این کار کرد پیداش میکنم. هم بشه بده تو، اما بازم پیداش. اینقدر زر نزن بیخ کله من اینجور حالم بد هست. تو بدترش نکن. باشه من زر نمیزنم. تو که از موقع زنت زنده بود ارزه نداشتی یواشو داشته باشی. الانم 10 روز زیر خاک خوابیده، ولی اون حرومزاده داره راست تو این شهر راه میره. اصلا به تو چه؟ برادرم درست او بزرگی چه گلی به سرم زد که دید تو میخوای بزنی. تاجم برادری تو ثابت کردی. دیگه نمیخوام اطرافم ببینم. آروم باشین. برادر بزرگت راست میگه. تو کار بزرگتر دخالت نکن. چه کار داری بی کارا؟ باشه من دخالت نمیکنم تو کار بزرگترا. من میبینم این به اصطلاح بزرگتر میتونه اون گو پیدا کنه. مگه بهت نمیگم گاله رو ببند؟ بلند گم شو دیگه. بلند شد دیگه. باشو. الو 1 ساعت منتظرتم. معلوم از کجایی؟ که اون شب مست بودی ها؟ خب اشکال نداره. اون شب تو مست بودی، امشب هم ما مستیم. میخوای چیکار کنی؟ شوهر عوضیت باید ذره ذره جون بده، ببینه بشنوه. میخوام همون کاریو کنم که با زنم کرد. زن من تقصیر نداره، به خدا کاری نکرده. پاکه بابا. حروم زاده. زن من پاک نبود، زن من فرشته نبود، ولی تو پرپرش کردی. تو بی وجود بی آبروش کردی. کاری کردی که تناب دارو بندازه دور گردنش. من غلط کردم، گوه خورم، هر کار بگه انجام میدم. میذار این زنم بره. میگن جواب خون خونه، ولی این کار جواب نداره که اگرم داشت من این کارش نیستم. وگرنه فرقی با تو ندارم. الانم گذشتم نه از تو، از آبروی زنت. فعلا باهات کار دارم، ولی بعداً این سگ میندازمت گوشه زندون که هر روز مرگت باشه. نمیخوام من مثل شما باشم. نمیخوام بذارم پامو روی گلو کسی راحت که